سلام. امروز میخوایم کباب تابعی با سیخ چوبی درست کنیم. من اینو قبلا با پیاز رنده شده و آب گرفته و ادویه‌ای که میخواستم بزنم مخلوط کردم و نزدیک 10 الی 15 دقیقه ورز دادم، گذاشتم توی یخچال. 2-3 ساعت مونده. حالا آوردم که به سیخ چوبی بکشیم و تو ماتابه با حرارت خیلی کم بذاریم سرخ بشه. الان یه سیخ چوبی که قبلا خیسش کردم برمی‌دارم. یه مقدار به اندازه یه مقدار از گردو بیشتر برمی‌داریم. به این صورت سعی می‌کنیم که ببین زیاد بزرگ نباشه که نشه پخته شه. سیخ‌ها رو طوری انتخاب می‌کنیم که اون ماتابه مورد نظرمون قشنگ جا بگیرن. در کنار این کبابم میتونیم از پلو و چیزهای دیگه مثل سیب زمینی پخته یا قارچ سوخالی شده، سبزی و هر چی که خودتون دوست دارین استفاده کنین. اگه یانان خوب نمیچسبه دستتون رو خیس کنین، یه مقدار با دست خیس این کبابا رو درست کنین. خب میذاریم رو حرارت کم که سرخ بشن. الان این کبابا تقریبا سرخ شده. اون طرف دیگرش هم سرخ بشه برمی‌دارم. خب اینم از کباب سیخ چوبیمون تو ماتابه